أينما كنا أينما الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما باید آگاه بسازیم که امروز نزدیک است که جشن میلادی نصرانی ها آمده ایستاده است. باید مسلمان آگاه باشد که با این تبریک نکند و نرود ننشیند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در یگان جای حدیث و آیت وارد نشده است که پیامبر در تاریخشان به یهود و نصرانی تبریک و مبارکباد گفته باشند، زیرا آنها اعتقاد باطل دارند. سال نو میگویند که در این روز عیسی فرزند الله تولد شده است، یعنی عیسی را خدا میگویند. وقتی که مسلمان میرود و تبریک میکند، گویا که اقرار کرده ایستاده است که عیسی یعنی خدا الله تولد شده است، الله فرزند الله تولد شده است. چگونه باید مسلمان در حالی که الله را یگانه میگوید و سپس به فرزند الله تولد شدن تبریک میگوید؟ یعنی این کفر میباشد. الله میگوید لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و این چنین آنها اعتقاد باطل دارند که میگویند عیسی در روز جمعه به صلیب کشیده شد و روز یکشنبه باز زنده گشت. این یکی از سخنهای کفر است که الله میگوید و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. عیسی را نکشتند و به صلیب نکشیدند، بلکه شبیه عیسی را دستگیر کردند و او را به صلیب کشیدند. قرآن دستور ما است. قرآن آنچه که میگوید ما او را تصدیق میکنیم و دیگر سخنهای اعتقادهای باطل را رد میکنیم. نباید از به این شخصایی که سال نویر قید میکنند و به نزد آنها برویم و یگان چیزی را هدیه بکنیم یا تهنیه مبارکباد بگوییم. ابن قیم و جوزی میگویند که تبریک کردنی یا این نصرانی ها در این جشنشان به مانند سجده کردن به صلیب آنها می باشد. الله میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید و با آنها محبت دوستی نورزید. این تبریک گفتن این محبت و دوستی ورزیدن می باشد و آنها کافر هستند. نباید مسلمان با آنها دوستی ورزد، اما معامله کردن اجازت است. فرق بین المعامله و دوستی را اسلام جدا کرده است که در دیگر آیات میگوید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارهم من ان تبروهم ولم یخرجوکم من دیارهم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. الله شما را من نمی کند و کسانی که بر شما جنگ نکردن و شما را بیرون از دیار نکردن به آنها نیکی بکنید و معامله بکنید و تقسطوا عدالت را بدارید. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم یک همسایه یهودی داشتند که به او خوراک میدادند، یعنی حق همسایگی را به جا می آوردند، اما در جشنهای دینی های باطلشان با آنها مشارکت نمی کردند. بسیار شخص ها آیت ها را می گیرند و به هم آمیخته می کنند و به شما بیان می کنند که گویا که الله و رسول شما را امر کرده است که به نزد آنها روید و آنها را تبریک بگویید. این کفر است، زیرا مسلمان باید به عید خود فخر بکند. مسلمان دو عید دارد، عید فطر، عید قربان می باشد که آیا آنها به عید ما می آیند
تبریک میکنند. نه، ما نه بلکه به آنها تبریک میگوییم، بلکه خود این جشن آنها رو در خانه ها قید میکنیم. چگونه مسلمان در این زمان از اسلام دور شده است که به عید کفر و باطل آنها فخر میکند. اگرچنده که آنها ما رو تبریک بگویند، ماها در حق هستیم، مایان مسلمانان در حق هستیم، اما ما آنها را هرگز تبریک نمی کنیم. بنابراین برادرهای گرامی، دوستان گرامی، باید ما از سخنهای کفر شاید که از دین بیرون میبرویم بیخبر میمانیم. بنابراین ما کسی را در این جشنشان، در این سال نویشان تبریک نگوییم و بلکه دیگر دوستها را خبر بدهیم که و دیگرها برسانند که این کفر است و شاید که انسان از دین بیرون میبراید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.